رئیس جمهور امامعلی رحمان و نخست وزیر امران خان درباره وضع امنیتی و همکاری‌های اقتصادی گفتگو کردند، به خصوص درباره رفتن نیروهای آمریکا از افغانستان و نگرانی‌ها از آینده این کشور. جزئیات گفتگوها معلوم نیست. پیش از این ملاقات امامعلی رحمان با هیئت وسیع با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان گفتگو داشت و وزیر پاکستانی در صفحه‌اش در توییتر نوشت که همکاری‌های دوجانبه بررسی شده است. در پی این همه گفتگو و ملاقات ها دو طرف 10 سندی همکاری امضا کردند، از جمله درباره نقلیات و باربری و مبارزه با فساد و رشوه‌خواری. اما در این میان هیچ خبری درباره سرنوشت کسه هزار، یک طرح عظیم منطقوی نیست که باید نیروی برقی تاجیکستان را به پاکستان و افغانستان برساند. طرح مذکور 5 سال پیش آغاز شد و برای اجرای آن صدها میلیون دلار خرج شده است. حالا که نیروهای آمریکایی از افغانستان می روند و نگرانی از بازگشت طالبان و نارامی زیاد است، سرنوشت طرح هم نامعلوم است. تاجیکستان در گذشته پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرده و گفته است حکومت آن کشور باید کمک به این گروه تندرو را بس کند. اسلام آباد این ادعا را بی اساس می داند. با وجود چنین رد و بدل ها، تاجیکستان و پاکستان داد و گرفت و تجارت زیاد دارند و سال گذشته حجم آن تقریبا 50 میلیون دلار را تشکیل داده است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.